ولایت بلگراد اخیرا خبر داد که کارمندانش از فعالیت باز یک یاردمچه سازمان در روسیه ممنوع کتیبه توحید و الجهاد شهروند تاجیکستان محمد جان قلدوشویف پیشگیری کردند. فیسبوک گفت قلدوشویف سال 2020 برای تبلیغ تروریسم محکوم به زندان شده بود، ولی همچنان به پشتیبانی اطلاعاتی از داعش ادامه داده در یوتیوب با مقصد تبلیغ این سازمان تروریستی نوارها نشر میکرد و حتی یک هموطنش را مایل کرده است که به سوریه رفته به صف تروریستها بپیوندد. ولی کارمندان فیسبوک فعالیت قلدوشویف را آشکار کردند و دادگاه دوم حربی حوزه غربی او را باز به 2.5 سال دیگر زندان محکوم کرده است. این حکم الکی به اجرا درآمده است. نام قلدوشویف محمد جان هاشم جانویچ بر روی خط فدرالی تروریستها و اکستریمیستهایی که روسفینه مانیتورینگ ترتیب داده است تحت رقم 5555 شامل کرده شده است. در عموم بر روی خط سیاه روسیه نزدیک 12,000 نفر از جمله دست کم 520 زاده تاجیکستان شامل کرده شدند. در سالهای اخیر دهها تن از مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت و زندانی و چند نفرش حتی هنگام بازداشت از جانب کارمندان فیسبوک کشته شدند. نزدیکان برخی آنها و همچنان حامیان حقوق میگویند که مقامات امنیتی روسیه در بسیار موارد پای مهاجران بی‌حقوق را بی اساس با دلیل‌های بافته و ساخته با مقصد بالاتر نشان دادن نتیجه‌های به دست آورده خود در مبارزه با تروریسم به چنین پرونده‌ها می‌چسبانند. کتیبه توحید و الجهاد یک سازمان افراطی از لحاظ عقیده نزدیک به داعش است که جنگجویان زاده آسیای مرکزی در سوریه و عراق تأسیس دادند. تحت پرچم آن اساساً جنگیان از ازبکستان جمع شده بودند. این گروه با قرار دادگاه حربی حوزه مسکو از 5 یونیو سال 2019 سازمان تروریستی اعتراف شده فعالیتش در روسیه منع کرده شده است.